بهتون قول میدم در این لحظه توی این 1-2 ساعت اون اتفاق بزرگی که باید براتون رقم بزنم توی مغزتون برای که اون تلنگر بزرگ اتفاق بیفته که در آینده انشالله روی قله ها قرار گرفتین، ازتون پرسیدن که کجا، چجوری، چی شد که شروع کردین، این جمله رو بگید. یه سمیناری بود، یه کسی یه جایی یه چیزی به من گفت که من اون رو جدی گرفتم. بنابراین آگاهی که بهتون انتقال میدم رو لطفاً با آگاهیتون مقایسه نکنید، با عمل کردتون مقایسه کنید. اگر میخواید در توهم آگاهی قرار نگیرید، همیشه آگاهی ها رو با عمل کردتون مقایسه کنید، نه با آگاهیتون. کما اینکه من بهتون قول میدم چیزایی که امروز از من میشنوید خلاصه حداقل بیش از 200 کتاب در حوزه تبلیغات هستش. خیلی فکر کردم که توی این معجون در مورد چی صحبت کنم که برای مخاطبین جذاب باشه و کاربردی از همه مهمتر، چون ما چالش دانش کاربردی رو در کل دنیا داریم، چیزی که دقیقاً وقتی از اینجا میشنوید برید بیرون اجراش کنید و نتایج رو رقم بزنید. به این واسطه وقتی در دنیا چه این چالشی وجود داره ما تصمیم گرفتیم و سعی کردیم که بیشتر تحمل کنیم روی این که ببینیم چه چیزی میتونیم بهتون انتقال بدیم که شما بتونید به کار بگیرید و نتیجه بگیرید. با توجه که تقریباً 3-4 ماه تا عیدم دارید، من تصمیم گرفتم در مورد تبلیغات براتون امروز صحبت کنم. خب من دوره‌های تبلیغاتی ایران رو همه‌شو بررسی کردم، همه‌ش هم دیدم پرقدرت. چیز خاصی نتونستم از توشون پیدا کنم، یعنی چیز عجیب غریبی ندیدم، چیز بدیهی بود. که بعد از اون رفتم سراغ نابغه تبلیغات دنیا و نوابغ بازاریابی دنیا برای اینکه تبلیغات رو عمیق‌تر ازش رو یاد بگیرم. برای من قراره توی این چند دقیقه‌ای که در خدمت شما عزیزان هستم چکیده و اساره تبلیغات در دنیا رو بهتون انتقال بدم. اساره تبلیغات که از اینجا رفتید بیرون تبلیغ کنید و نتایجتون رو بگیرید. همیشه یه تأکیدی دارم، میگم که پول نداری تبلیغ کن. آرزوت اینه که پرسنل زیادی داشته باشی، تبلیغ کن. میخوای سفره‌دار باشی، تبلیغ کن. میخوای برند بشی، همه بشناسنت، تبلیغ کن. تبلیغ تبلیغ تبلیغ. مهره گم شده‌ای که خیلی ها باهاش آشنا نیستن، اگر کسی بلدش باشه میتونه نتایج بزرگی رو رقم بزنه. اگر دقت کنید هر فردی که در این کشور جزء شماره 1 تا 3 هستش در صنعت زیبایی بیوتی، هر کسی در حوزه شینی و ناخن، میکاپ و اگر دقت کنید اینا یه جایی تو 6 ماه یهو معروف شدن. اصلا خبری ازشون نبود، یهو تو 6 ماه میشن یه برند خیلی مطرح و معروف در ایران. از کجا این اتفاق میفته؟ آیا غیر از اینه که یهو تبلیغ میکنن و یهو دیده میشن و یهو این اتفاقا براشون میفته؟ به خاطر همین تصمیم دارم که امروز این یهو دیده شدن رو در 6 ماه تا 1 سال در قالب یه رویداد 1 روزه بهتون انتقال بدم. حواستون باشه که قرار نیست یه دوره آموزشی من براتون برگزار کنم. رویدادهای 1 روزه، رویدادهای ساعتی و موارد این چنینی عموما رویدادهایی هستن که شما نمیتونید انتظار دوره داشته باشید. با تمرکز روی کیبوردها، سرنخ‌ها، کلیدواژه‌ها و موارد این چنینی، اصلا مهمتر ایده ها داشته باشید برای اینکه اون رو وصلش کنید به نقشه راهتون. الهی هزار مرتبه. بریم سراغ آگاهی. قرار در مورد ادورتایزینگ یا تبلیغات باهاتون صحبت کنم به صورت تخصصی توی صنعت زیبایی. چند تا آگاهی اولش بهتون میدم که از این آگاهی‌ها استفاده کنید برای مسیر رسیدن به خواسته هاتون. از اونجایی که بسیار مهم هستش میخوام بهش تأکید کنم. 4 دلیل عمده‌ای که باعث میشه افراد در دوره‌های آموزشی نتیجه نگیرن. 1. انباشتگی اطلاعات. هر چقدر اطلاعاتت بالاتر باشه، بیشتر بیاموزی، بیشتر هر چقدر بیشتر یاد بگیرید. شخص میگه که من 10 تا دوره آموزشی رفتم، دوره آقای ایکس، خانم ایکس، آقای ایگرگ و ولی نتیجه نگرفتم. وقتی میرم بررسی میکنم میبینم که خیلی خوب میدونه، آگاهی بالایی داره، اما چیزی رو اجرا نمیکنه. اونجا متوجه میشم که این آدم انباشتگی اطلاعات داره، چیزی که من خودم هم درگیرش بودم. بدونید که هر چیزی که آموزش میدم، اونایی که من از نزدیک میشناسن میدونن من زندگی و کسب و کار زیسته خودم رو آموزش میدم. نمیتونم چیزی غیر از این آموزش بدم، چون اون تأثیری که باید رو نمیتونم روتون بذارم. بنابراین در برهه‌ای از زمان به این چالش رسیدم که دیدم من خودم هم خیلی میدونستم. وقتی با اساتید صحبت میکردم میتونستم مناظره کنم باهاشون، میتونستم به چالش بکشمشون، ولی خودم نتایج خاصی تو زندگیم نداشتم. وقتی رفتم جلوتر متوجه شدم که چالش اطلاعاتم اتفاقا بیش از اندازه آگاهی داشتم اما عمل نمی‌کردم. پس هر چقدر آگاهی بیش از اندازه بالا باشه دست و پات فلج‌تر میشه.
امام علی در نهج البلاغه میگه مهم نیست کی میگه، مهم اینه که چی میگه. میگه عمل به آنچه میدانید واجبتر از دانستن چیز جدید است. پس اون چیزی که میدونید رو عمل کنید. خیالتون راحت باشه توی معجون در آرایشگر میلیاردر، در هشخوان جذب مشتری، هر چیزی که در دنیای بیوتی وجود داره بهتون آموزش دادیم. بنابراین اگر این دوره شما رو به اون نقطه‌ای که میخواید نرسونه، احتمال خیلی زیاد دوره‌های عجیب غریب‌تری وجود نداره، چون ما به عنوان منبع علم مدیریت، علم جذب مشتری، علم اینستاگرام و بعد در ایران در حوزه زیبایی، علم کوچینگ تخصصی صنعت زیبایی داریم فعالیت می‌کنیم. یعنی اگه نهایتاً بخواید برید در دوره‌های دیگه هم شرکت کنید، اتفاق خاصی براتون نمیفته. منظورم این نیست که شرکت نکنید. اگر ته دلتون ممکنه خالی باشه به خاطر اینکه احساس میکنید که من یه چیزی وجود داره که هنوز اونو نمیدونم، برید سعی خطا کنید. من خودم جزء افرادی بودم که تمام دوره‌های ایران رو نگاه کردم. با قدرت بهتون میگم، من حتی وقتی معلم شدم تمام دوره اساتید ایران رو نگاه کردم. حالا ما اون موقعی که من کوچ شدم، کوچ تخصصی صنعت زیبایی ایران، به عنوان اولین بیزنس کوچ بنیانگذار علم کوچینگ تخصصی صنعت زیبایی ایران شدم. اون موقع اصلا ما کوچی نداشتیم تخصصی در صنعت زیبایی. و بعدها کم کم اومدن. اما من تمام کوچایی که در سطح بین‌المللی هم فعالیت می‌کردن سعی می‌کردم دوره‌هاشون رو ببینم. از این رو اف سی ای انگلستان درس خوندم، کوچینگ رو از اونجا آموختم و من یادتون باشه مغز کلامم اینه. هر چقدر انباشتگی اطلاعاتتون بالاتر باشه، نتایج شما کمتر خواهد بود. اگر عمل نکنید. چرا؟ چون دست و پاتون فلج‌تر میشه. یکی از دلایلی که باعث میشه افراد در دوره‌های آموزشی نتیجه نمیگیرن. نکته دوم، فیلترهای منفی و باورهای اشتباه. برای تاثیر این افراد متاسفانه رو افرادی هستش که نادانتر از خودشون هستن، چون افراد آگاه که تحت تاثیر این افراد قرار نمیگیرن. پس حواستون باشه اینها فیلترهای منفی دارن ایجاد میکنن. اگر آگاه نشید، خود به خود در بهترین دوره دنیا هم شرکت کنید، باز هم فیلترهای منفی نمیذاره شما ببینید، مثل یه پرده عمل میکنه، نمیذاره شما بشنوید، نمیذاره اون آگاهی که باید رو بردارید. برای این حواستون به این باشه که فیلترهای منفی تو ذهنتون نداشته باشید، به خصوص نسبت به مدرسینی که انتخاب میکنید. من اعتقادم اینه که حتی اگر از مدرس اشتباه میآموزید درسته، آموزش اشتباهش هم درسته. لقمان را گفتن ادب از کی میآموزی؟ ادب از کی آموختی؟ گفت از بی‌ادبا. حداقلش اینه که شما یه آموزش اشتباه داری می‌بینی، یه 2 تا 4 تا میتونی بکنی، یه ذره میتونی فکر کنی، بعدش میتونی تو کلاس مدرسای دیگه شرکت کنی، متوجه بشی که کدوم مدرس بهتر از بقیه است. بنابراین به نظر من باید احترام بذاریم به تمام معلمین این سرزمین و با عشق حتی اگر یک کلمه میشه ازشون یاد گرفت، یاد بگیریم بدون اینکه بهشون توهین کنیم. اگه قبول دارین یه دست بزنید. خیلی ممنون. چه انرژی اینجا حاکمه ماشاءالله. از اولیش انباشتگی اطلاعات، دومیش فیلترهای منفی باورهای اشتباه بود، سومیش عدم بازآموزی و مرور اطلاعات بود. احتمالاً کتابایی رو خوندید که بعد از یه مدتی وقتی دوباره اون کتاب می‌خوندید به خودتون میگفتید من این کتابو خوندم، پس چرا این محتوا رو ندیدمش؟ پس چرا من این بخشو نتونستم درکش کنم؟ مگه این کتابو من هفته پیش تمامش نکردم؟ چرا؟ با آگاهی اون موقع اون بخشی که مورد نیازت بود و برداشتی. بخشی که ناخودآگاه احساس می‌کرد مورد نیازش نیست و برش نداشتی. پس عدم بازآموزی و مرور اطلاعات، دوره‌ای که الان شرکت کردین، آرایشگر میلیاردر، هشخوان جذب مشتری، همه اینا باید مرور بشه. مربی اسکندری بهتون نسخه میده، به شما میگه که 5 بار این دوره رو باید نگاه کنید. بهتون قول میدم هر باری که نگاه میکنید چیز جدیدی یاد میگیرید. قول میدم بهتون. پس قدم به قدم آگاهی که از این دوره‌ها دارید برمی‌دارید، این مدلی بردارید. آگاهی که دارم برمی‌دارم در قالب این جمله‌ای که الان مربیان گفتن با عمل کردم مقایسه کنم، نه با چیزی که خودم میدونم. خیلی‌ها میدونن، کی عمل میکنه؟ ما خیلی‌ها رو می‌بینیم که خوب بلدن حرف بزنن، حراف خوبی ان، سخنور خوبی ان، سخنران خوبی ان، اما آیا حرفاشو زندگی هم میکنه؟ احتمال خیلی زیاد سخنران‌های زیادی رو دیدین که واو رو استیج میدرخشه، وقتی داره رو استیج راه میره دوست داری بلند شی سر پا به صحبتاش گوش بدی، به وجد میاره تو رو توی سخن، اما هیچ تغییری در تو ایجاد نمیکنه. چرا؟ چون هیچ تأثیری رو تو نداره. چرا تأثیری رو تو نداره؟ به خاطر اینکه خودش عمل نمیکنه، چون حرفای خودش رو زیست نکرده، به خاطر همین تأثیر خاصی نداره. در اون لحظه جذابه برات، ولی وقتی از سمینارت خارج میشی، وقتی از کلاسش خارج میشی، دیگه هیچ اتفاق خاصی برات نمیفته. پس موضوع بعدی عدم بازآموزی مرور اطلاعات و آخریش عدم اقدام برای بکارگیری آموختن. تا دلتون بخواد از این مدل دانشجوها دیدم که میان سر کلاس
و میگن که من همه اینایی که گفتی رو میدونستم. میگم معذرت میخوام، چقدرشو عمل کردی؟ میگه من خودم میدونستم و عملم کردم. میگم خب نتیجه؟ میگه نتیجه نگرفتم. میگم خب یه لحظه تشریف بیارید میبرمشون سر کلاس. میگم چند نفر از این دوره نتیجه گرفتن؟ دستا میره بالا. میگم چقدر رشد درآمد؟ 1 میلیارد. چقدر؟ 500 میلیون. چقدر؟ 100 میلیون. چقدر؟ 200 میلیون. چقدر؟ 50 میلیون. چقدر؟ 5 میلیون. چقدر؟ 2 میلیون. چقدر؟ 500,000 تومان. میگم شما چقدر رشد درآمد داشتی؟ هیچ. میگم یعنی شما 500,000 تومان هم نمیتونستی رشد درآمد داشته باشی؟ یعنی من اندازه 500,000 تومان نتونستم به آگاهی بدم؟ بچه‌ها از این موارد در مرکز بیزنس کوچینگ آلفا شاید کلا انگشت شمار چون ما میدونید دیگه رکورددار پرورش مدیر در صنعت زیبایی دنیا هستیم دیگه. ما بیش از 20,000 مدیر رو در صنعت زیبایی دنیا پرورش دادیم. چه دست نمیزنید خودش. خیلی خوب. بنابراین بهش گفتم که یعنی اندازه 500,000 تومان هم تو آگاهی بر نداشتی. توهم آگاهی، من نمیگم، یونسکو میگه بیسوادی مدرن توهم آگاهیه. بیسوادی مدرن این نیست که شما خوندن و نوشتن بلد نباشید. و سواد از دیدگاه یونسکو که چندین معنی داره، بهترین معنیش اینه توانایی تغییر. میدونید توانایی تغییر یعنی چی؟ توانایی تغییر یعنی من هر چیزی رو میشنوم با آگاهی مقایسه نمی‌کنم، با عمل کردم مقایسه می‌کنم. این یعنی توانایی تغییر. اگر چیزی وجود داره که باید انجامش بدم، انجامش میدم. برای اگر بکار نگیرید، بهترین آموزش‌های دنیا رو بکار نگیرید. قانون جذب و فنگ شویی و معذرت می‌خوام، فنگ شویی و همه اینا رو بذاریم کنار. اصلا کاری باهاش ندارم. اولا که اینا شبه علم، در موردش هم نمی‌خوام صحبت کنم. ولی خود قانون جذب رو یه لحظه نگاه کنید، در مورد ذهنیت صحبت می‌کنه. خود فنگ شویی علمی نگاه کنید، از چین باستان میاد، از باد و خاک و ولی علمی برید نگاش کنید به چی داره اشاره می‌کنه؟ نظم. نه باشه تو علم اومده دیگه، چرا میگید دنبال شبه علم؟